اینجا سمیل قراره که همونطور که دوست عزیزم فرمودن انواع هاب رو به شما معرفی کنیم. دوست عزیزم عرفان هستن، شما منو معرفی کنیم. آقا میلاد. ما یه ذره شوخیم خوشیم دیگه، شوخیم خوشیم. یه سناریو اینجا نوشت هوک. آره امیدواریم که من فقط سرفصلا رو میگم شما دارم. سکانس 1 هوک. تو اینا رو تو گوشم بخون، من تو دوربین بخونم بگار من از رو نمیخونم. بفرمایید. ما قراره که ویدیوهامون چیز باشه، تو موضوع تکنولوژی باشه و فان نمیخوایم بذاریم چون به تکنولوژی علاقه داریم. بله. نه چون تکنولوژی پولش بیشتره فان پولش کم. و چون این ویدیو اولین ویدیو زیاد برامون اهمیت نداره، برامون بذاریم بره. 10 سال دیگه ببین مثل مستر بیست 10 سال دیگه این ویدیو اونو میایم میبینیم. ما مستر سی میشه، ما مستر 3 میلیم. اون 20 ما 3 میلی. اون 20 سی سیه مثلا. باشه شروع کن. گوینده با انرژی هوک. الان من گوینده ام، یعنی با انرژی چی باید بگم؟ اگه رفتم دنبال درگاه یو اس بی میگردی یا باید بین موصولش یکی انتخاب کنی دیده. میگم نه اونجا شاید یه تیکش کات میکنیم. من این قرار بدون کات باشه. چرا؟ کات میکنیم دروغ از همین ابتدای چنل داره. بدون کات میذاریم ولی یه کات میکنیم خودمون ببینیم. نباید بعدا رو خودمون ببینیم بعد کات. حالا ببین دوست عزیز، شمایی که در این ویدیو رو میبینی اگر لپتاپ داری، مخصوصا لپتاپ جدید، با مشکل یو اس بی و اینا مواجه شده دیگه قطعا. یا باید موستو بزنی یا باید فلش رو بزنی یا هاردو بزنی، یه جوری کارت گیره. اگه میخوای کارت گیر نباشه باید از هاب استفاده کنی. هاب چیه؟ هاب میدونید چیه دیگه. هاب یه وسیله چند تا چی میخوره بهش؟ هم با اقسام وسیله ها. نه هارد چند تا یو اس بی بهش میخوره. آفرین. چند تا یه چی اسمی داره؟ پورت. آفرین. چند تا پورت داره که یو اس بی میخوره بهش. شما مثلا یه هارد داری، یه موس داری، یه فلش داری، کوفت داری، زهر مار داری، هر چی داری در زر داری، میزنی به هاب. خب بسه. سکانس 2 اون هاب یه دونه رو میزنی تو لپتاپ. معرفی و مقدمه. سلام سلام من میلادم. من عرفانم. اینجا سمیله. اینجا قراره که درباره تکنولوژی و گجت های مختلف و اخبار و اطلاعات روز تکنولوژی با هم صحبت بکنیم و همونجور که مشخصه شاید یه سری چیزا رو بررسی کنیم، شاید هم نکنیم، چه میدونیم. اول کاره ما پول نداریم گجت بخریم بیاریم اینجا بررسی کنیم. مقایسه میکنیم، هر کاری بتونیم میکنیم. ای دوست داری کمکمون کنی سابسکرایب کنی. شماره کارتم میزنی تو دیسکریپشن. شماره کارت اینجا رد میشه همش دائم. البته شبا بهتره نه؟ شاید خواستن میلیاردی بس. من کارت بانک ملی هم دارم حساب میشه بریم سکانس 3. بله. اینو توضیح دادی. سکانس 4 دیگه هاب دقیقاً چیه؟ چرا دیگه گفتیم دیگه. تو اولش بگو. ببین 2 نوع هاب داریم، یه سری پسیون یه سری اکتیو. توضیح هم بدم دیگه، قرار شد 2 نوع هاب داشته باشیم دیگه. توضیح نداره که پسیوا برقشون از لپتاپ میگیرن، اکتیوا خودشون باتری دارن، آداپتور دارن، میزنی شارژ استفاده میکنن. اکتیوا برای کارهای سنگین‌تر مثل هاردویر اکسترنال استفاده میشه. ببین هابا به 4 دسته تقسیم میشن. یه سری یو اس بی 2 هن، اینا قدیمی هن، سرعتشون پایین تره. یه سری یو اس بی 3 هن یا یو اس بی 3 ممیز 1 رو بلد نبودم انگلیسی شو بگم. یو اس بی 3 ممیز پوینت 1 یو اس بی 3 ممیز 1. آره اینا سرعت انتقال دیتای بیشتری دارن.
تا 5 یا 10 گیگ شما میتونید با گیگابیت بر ثانیه. من پیشنهاد میکنم که USB تیری داشته باشید. یه سری USB C ان. این USB C ها چی ان؟ مثل لپتاپ‌های جدیدن. آفرین. دوست عزیزمون میدونست. مثل مکبوک ها. از رو خوند. نه واقعا میدونستم مکبوک ها USB C میخورن. منم میدونستم. یادم نبود. اینو شما یه سریشون تاندربولتن. جدی دارم میگم. تاندربولت. اینا قول سرعتن آقا میلاد. اینا تا 40 گیگا به بچه‌ها بگو، به من نگو. اینا تا 40 گیگا بیت بر ثانیه داده خیلیه. 40 گیگابیت بر ثانیه میدونید یعنی چی؟ منم درک درستی ازش ندارم. برای کاربرای حرفه‌ای مثل ادیتورهای حرفه‌ای، ادیتورهای فیلم‌های سینمایی خیلی کاربرد داره. به درد ما نمیخوره. اگه بخوای هاب بخری چند تا نکته خیلی مهمه. 3 تا. این 3 تا نکته رو آقا میلاد بهت میگه. تعداد پورتا مهمه، نه ظاهر هاب. نرید یه هاب شفاف خوشگل مشکل ترگل برگل بگیرید USB 2 باشه به دردتون نخوره، 2 تا کلا جدا باشه. تعدادش خیلی مهمه. نکته دوم اکتیو بودنشه. برای کارهای سنگین و اینا خیلی بهتره. یعنی هم سرعت انتقال دیتاش بهتره، هم عمر مفیدش بیشتره فکر کنم. یکم از برندهای معتبر استفاده کنید، چون ها به بی‌کیفیت میتونه به مادربردتون آسیب بزنه. تقریبا تو همه چی اینجوری. شما گوشی هم میگیری باید برند خوب بگیری، مثلا اپل بگیر. دیگه برند خوبش هم الان من از رو میخونم مثل انکر، مثل آگرین، مثل بیسوس شما میتونید خریداری کنید. بیسوس خواهر ایسوس. سکانس 6 جمع‌بندی و پایان. اگه خلاصه بخوایم بگیم یه هاب خوب میتونه کل میزتون رو مرتب کنه. یعنی شما یه هاب وصل میکنید دیگه هی سیما و اینا به لپتاپ تو اینا وصل نمیشه، میزت مرتب میشه. خیلی باحاله. همین دیگه. تو کامنت هم بنویسین اگه هاب استفاده میکنین از چه برندی استفاده میکنین، تجربه های کاربریتون رو بنویسین، به دردتون خورده نخورده. اگه این ویدیو براتون مفید با هم بگیم 1 2 3. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اینو لایک اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش بکنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون هم معرفی کنید. زیر میاد، این بالا میاد، اینجا هر جایی شما فکر کنید ما این سبیل رو میذاریم. شما فقط سابسکرایب رو بزنید. دوستتون داریم. زنگوله بغلش هم بزنید. دوستتون داریم. مشترکان آینده سمیل، چون الان کانال 3 سابسکرایب داره، یکی اینه یکی منم، اون یه دونه هم نمیدونم کیه. من دست اونو میبوسم. من اینجوریه دیگه. راوت تو 1 میلیون. نه چیز اون دست